بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حمد و ثنا پروردگار را که این کارخانه بزرگی عالم را وجود و هستی بخشید و درود خدا و سلام او به روح پاک پیغمبر بزرگواری که سخن حق را به جهانیان رسانید. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود به پیغمبر بزرگوار، پیش از آغاز صحبت از خداوند مهربان برای همه شما جوانای عزیز و عاشقان خدا و پیغمبر و مخلصان و پیروان اسلام و قرآن که در این دیار غربت قرار دارید، تن صحت و عمر دراز و رزق فراخ و پیش از همه توفیق بندگی و استواری در دین، در عقیده، در تقوا و در عمل از خداوند طلب دارم. خداوند همه شما را سلامت نگه دارد و از شر ظالم ها و حاسد ها و از بلاهای ناگهانی چه آسمانی و زمینی خداوند همه شما را و تمام برادران عزیزی که در این دیار هستند، چه از تاجیک ها و چه از غیر تاجیک ها، سلامت تان بدارد. پروردگار در کارهاتان، چه در تجارت باشد مشغولیتان، چه در ساختمان و چه در دیگر کارهای به خود شما مناسب موفقیت نصیبتان سازد و این محبت و این اخلاص شما را خداوند روز تا روز نسبت اسلام، نسبت قرآن و پیشواهای دین خداوند زائدتر بگرداند. آمین. از این استقبال گرم شما، از این پیشوازگیری شما که به خاطر مای گناهگار کار خود گذاشتید و وظیفه های خود ماندید و اینجا تشریف آوردید خانه خدا، تشکر میگویم. خداوند همین ما و شما را با دوستاش یک جای محشور بگرداند. از این فرصت استفاده برده برای حکومتدارای روسیه هم و مسئولان این مسجدهاش هم که برای ما و شما الحمدلله شرایط عبادت و خانه عبادت آماده کردیان و سد راه در ادای عبادت ما و شما نمی شوند. دعا میکنم خداوند حکومتدارای روسیه را همیشه سلامت دارد و این دیار همیشه آباد و تنج نگه دارد و اختلاف و ناآرامی ها را دور سازد، زیرا آرامی این دیار آرامی شماست عزیزان من. زیرا تنجی روسیه این تنجی شماست. از این سبب از همه شما خواهش میکنم که در این دیار آداب رعایت کنید، قانونهاش رعایت کنید، نسبت مردم این شهرها که برادران مسیحی هستند، نسبت عقیده اونها، نسبت عبادت اونها یگان سخنی به احترامانه نگویید.
یعنی همون اخلاقی که پیغمبر خدا از ما و شما پیروانش طلب کردیان، اخلاق حمیده، آداب عالی انسانی، برابری و برادری، دوستی را رعایت کنید. چگونه که در زمان رسول اکرم هم مسیحیان می آمدن در مسجد رسول اکرم جا می گرفتن، اصحاب پیغمبر با اونها معامله خوب می کردن. شما هم با معامله خوبتان، با دعوتتان، با نصیحتتان، با خوش اخلاقیتان فضائل اسلام به برادرای مسیحیتان فهماندن گیری. خوب کسی خداوند هدایتش کرده باشد قبول میکند، کسی که قبول نکند باید سبب عداوت و دشمنی نشود. از همتان خواهش دارم که در اینجا آداب رعایت کنید. خدا نگهتان دارد. خوب چند نصیحتی دیگر برای شما از این فرصتی که دارم استفاده برده میگویم و بعد از آن شما را به خدا امانت میسپارم و رخصت میدیم. چند سال باز برادرها تکلیف میکردن، چه از مسکو و چه از لنینگراد و چه از دیگر جاها که یک بار تشریف بیارید. خوب خواست خدا نبود و ما رفته نتانستیم. امسال خداوند مقدر کرده بود است بعد از 30 سال، پیشتر 30 سال پیش بار من این مسکو آمدگی بودم همراه قازداملا و دیگران. باز من امسال این هم باشد پیش از همه کشیش شما بود، باخوری با شما بود، دعوتی شما بود. برای خاطر اساسی آمدم تا که شما رو بینم و چند نصیحتی که وظیفه هر عالم و داعی است نمایم. بعد از آن انشاءالله خیر خوش کنیم و باز با وطن بازگردیم. الحمدلله وطن تینج است و همه آرامی است و انشاءالله امید دارم با خوبتر هم میشد. خداوند تین شود و مثل اینجا بار این جوانها در مسجدها و کودکا در مسجدها و زنها در مسجدها عبادت خدا را کنند. چگونه نبود در آغاز صحبت پرسیدم این جوانها را که شما از کجاها میشید؟ خوب فرق ندارد از کجا میشید. برای ما همه شما عزیز هستید، زیرا همه شما چهرهاتان چهره‌های نورانی است، زیرا چهره‌ای که در او آثار طهارت است و آثار سجده پروردگار است. چگونه قرآن میگه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این چهره برای ما محبوب است و دوست داشته. خداوند سلامتتان دارد. فرق ندارد از کدام دیار هستی، از کدام رایان هستی، از کدام ناحیه هستی، از کدام قشلاق هستی، همه شما برای ما دوستی. من شما رو دوست می‌دارم به خاطر خدا، شما هم ما رو دوست می‌دارید، احترام میکنید به خاطر خدا. زیرا این دوستی اگر به خاطر خدا باشد پاداش خوب هم دارد، نتیجه های خوب هم دارد. دوستی هایی که به غرض کارهای سیاسی است، دوستی هایی که به خاطر دنیاست، این دوستی ها ادامه ندارند، این دوستی ها زود ویران می شوند. اما دوستی برای خدا پایدار است و جاوید. مکافاتش هم در پیشگاه خدا خیلی هم بزرگ است. رسول بزرگوار صلوات ربی و سلامه می فرمایند، خداوند در حدیث قدسی می فرماید حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی و حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی. حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی، یعنی من دوست می‌دارم بندگانمی که در دنیا به خاطر من یکدیگرشان دوست می‌دارند، به خاطر من به یکدیگر محبت دارند، به خاطر من به یکدیگر رفت و آمد دارند، به خاطر من از یکدیگر پشتیبانی و دفاع میکنند. خداوند میگه من دوست می‌دارم بندگانی را که به خاطر من زیارت یکدیگر میرند، به خاطر من از احوال یکدیگر پرسان میشوند. این بنده ها من دوست می‌دارم. امید دارم از این مکافات خداوند همه ما و شما را
و نصیب سازد. در قرآن آیه مبارکه است در سوره حجرات خداوند می فرماید یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای بندگان خدا، ای مردم، ای کسانی که آفریده الهی هستید و نام انسانی به شما داده شد، شما خوب بدانید همه شما را من از یک مرد و از یک زن آفریدم. این اصل ما خاک است، پدر ما آدم است و مادر من حوا. چه رامتی هستیم، چه قراتغینی و چه ورزابی و چه خوجندی و چه داغستانی و چه چیچینی، چه روس و چه دیگر. و جعلناکم شعوبا و قبائل. خدا میگه ما شما را به گروه ها تقسیم کردیم، به قبیله ها تقسیم کردیم، به محله ها تقسیم کردیم، به ملت ها تقسیم کردیم، به نسب ها تقسیم کردیم. این تقسیم باید سبب پراکندگی شما نشود، باید سبب عداوت دشمنی بین شما نشود. این تقسیم بندی ها به خاطر آن بود که لیتعارفوا، تا یک دیگر شناسید، به یک دیگر داد و گرفت کنه، به یک دیگر رفت آمد کنه، به یک دیگر معامله تجاری و دیگر کنه. به خاطر این است، نه به خاطر عداوت دشمنی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند میگه شما در پیشگاه من همانت قدر داره، همانت محبوبیت داره، همانت صاحب مقام درجه بلند در جنت میشوی که تقوا داشته باشی. خوب عزیزان ما، وقتی که من تقوا گفتم میخوام شما را تاکید کنم که تقوا چیست. کدام وقت بنده مومن متقی می شود؟ چرا خدا از انسان ها متقی ها را دوست می دارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را پرسیدن تقوا چیست، اگرچه ابن مسعود و دیگران در تقوا شرح دارند. حضرت فرمودن التقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والزاد لیوم الرحیل والتهیؤ. روایت هست معنای تقوا ترسیدن از پروردگار خود. باید ما و شما همیشه خود در محضر خدا دانیم. خدایی که ما و شما را از دو قطره آب آفرید، خدایی که ما و شما را در رحم مادر نقاشی کرد و صورت زیبای انسانی داد، خدایی که در رحم مادر برای ما روح دمانید و جان داد و در این مدتی که ما در رحم مادر بودیم در او کارخانه خردکه که انسان ساز که تمام علم و پیشرفت دنیا چه عصر 21 و 22 و 25 هم شود ساختن این تو کارخانه ده قدرت ندارد. ما را جای داد و ما را با غذا تأمین کرد و ما را با اکسیژن تأمین کرد و ما را از ضربه های بیرونه محافظت کرد. ما باید این خدا را دوست داریم و همیشه خودمان در محضر او تصور کنیم. بنده که انسانی که اندیشه کند از کجا آمده است و کی او را آورده است و کی او را آفریده است و برای چی غرض و مقصد آمده است به این دنیا و آخر به کجا می رود،
این انسان هیچگاه خدا را فراموش نمی کند. الخوف من الجلیل، ترسیدن از خدای بزرگ، خیلی هم توانا و با قوت، خدایی که با یک امر کن می تواند عالم از بین ببرد، خدایی که با یک امر کن می تواند نیمی بدن ما را فلج سازد، خدایی که با پیدا کردن یک ویروس خطرناک حیات ما را در خطر می گذارد. ما باید این خدا را همیشه تصور کنیم که در محضر او هستیم و او را نافرمانی نکنیم. خدایی که به شما عزیزان جوانی داد، به شما زیبایی داد، به شما چشم بینا و گوش شنوا داد، به شما دستی پهلوان و پای روان داد، به شما اعضاهای درونی سالم داد، الحمدلله، هزار شکرش. و باید او را دوست داریم، او را نافرمانی نکنیم، از او باید همیشه ترسیم. خداوند در قرآن ترسیدن وظیفه مؤمنا و علماها بیان میکند، یعنی ترسیدن از دشمنان، ترسیدن از خدا. ما باید از خدا فقط ترسیم. انما یخشی الله من عباده العلماء. خداوند در قرآن میگه آیه های فراوان ده، فلا تخافوهم و خافونی. بنده وقتی که از خدا ترسد نافرمانی خدا نمی کند. بنده وقتی که داند این نعمت هایی که دارد همش از خداست، او خدا را ناسپاسی و به احترامی نمی کند. ببین یک برادرتان با شما اگر نیکی کند، شما را یاردم کند و شما دست یاری دراز کند در همین بازار و کارتان، همیشه از او احترام میکنید، همیشه خواهشاش اجرا میکنید، همیشه سپارشاش به جا میبیارید. ما باید به طریق اولا خدای مهربان خود که این قدر نیکی ها، این قدر نعمت ها را به ما داد، باید فرماناش به جا بیاریم. باید از مخالفت قانونهای او خودمان نگه داریم. گفت سعدی بزرگوار خدا رحمت کنه، ایشان میفرمایند تو را آنکه چشم و دهان داد گوش، تو را آنکه چشم و دهان داد گوش، اگر عاقلی در خلافش مکوش. عقل داری؟ این خدای مهربان نافرمانی نکن. این خدای مهربان قانونهاش رعایه کن. تو انسانی ضعیف هستی، محتاج او هستی، او توانا و بی‌نیاز است، باید او رو همیشه رعایه کنی. تو پاک آمدی بر حذر باش و پاک. شما را عزیزان میگه سعدی، تو پاک آمدی بر حذر باش و پاک، که ننگ است و ناپاک رفتم به خاک. عزیزی من، وقتی که تو از مادر به دنیا آمدی، تو آلوده گناه نبودی. در نامه اعمالش تو گناه زنا، گناه عرق نوشی، گناه نشعمندی و گرایم فروشی، دزدی، آدم کشی، فریبگری، دروغگری نبود. نامه اعمال تو تازه بود، سفید بود. این عیب است که وقتی که تابوت سوار پیشگاه خدا می روی، نامه اعمال خدا با جنایت های سنگین و وزنین خود سیاه کرده باشی. یا ابن آدم خلقت من التراب. ای بچه آدم، عزیزان ما و شما رو نصیحت میکنم، تو از خاک آفریده شدی. وقتی که آفریده شدی تو گناه نداشتی، بیگناه بودی، پاک بودی. و عدت الى التراب و کلک ذنوب. امروز که پیشگاه خدا میری،
سر تا پا آلوده گناه، این خیلی شرمندگی است، خجالت است. بنابراین بچه های خوش رو، هیچگاه من از شما راضی نیستم وقتی که دست به زنا میزنید، وقتی که دست به عرق نوشی میزنید، وقتی که دست به خیانت میزنید، وقتی که دست به آزاری کسی دراز میکنید. این اخلاق مومن نیست. پیغمبر خدا را یک صحابه پرسید که یا رسول الله، بسیارتر امت شما را چی بهش می‌درارد؟ سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. بسیارتر امت شما، امت محمد را، امت پیرو قرآن، که انشاءالله اکثر بهش امت رسول اکرم است. سلة من الاولین و سلة من الاخرین. از سه دو حصه بهشتی ها امت اسلام است. شما هستی عزیزان من. اللهم ارزقنا. چی اونها را سبب بهشت در آمدنشان شد یا رسول الله پرسیدن؟ حضرت گفتن تقوی الله و حسن الخلق. اول تقوا، یعنی ترسیدن از خدا، نافرمانی نکردن خدا، قانون شکنی نکردن نسبت به قانونهای خدا. حضرت اول تقوا گفتن، دوم خلق خوب گفتن، اخلاق خوب، آداب خوب. یا الله، سعدی بزرگوار چی میگه؟ تو پاک آمدی بر حذر باش و پاک، که ننگ است و ناپاک رفتم به خاک. خیلی خجالت است. یک شخصی که برات یک عمر نیکی کند، برات هدیهاتیت، شرایط زندگیت مهیا کند، برات منصب و حکومتیت، اما او را ناسپاسی کنی، ناشکری کنی، مقابلش گپ زنی، مقابلش قانون براری، وقتی که پیش روی، وقتی که به او رو پرو شوی، چه خجالت هستی؟ مانند همین است حال بندگانی که مخالف خدا رفتار میکنند، مخالف قانون خدا عمل میکنند. که ننگ است ناپاک رفتم به خاک. مرا زیر بار گناه ای پسر، که حمال عاجز بود در سفر. عزیز من، تو باری وزنین گناه بردوشت برداشته نمیتانی. تو یک انسان ضعیفی. این گناه هایی که امروز مردم مرتکب او میشوند، مثل زناگاری و مثل عرق نوشی و مثل بینمازی و مثل روزخوری، اینها همش مجسم میشوند به یک باری وزنینه که بردوشی او شخص بار میشوند. عزیزان من، این معنویاتی که امروز ما داریم، همینها مجسم میشوند به صورت در وقت سفر آخرت. خداوند قرآن میگه ولا تزر وازرة وزر اخرى و این تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. این آیه مبارکه دلالت به این میکنه که هر کاری که ما میکنیم اونها مجسم میشوند. سعدی همونو میگوید، مجسم به یک صورتی خیلی هم قبیح، اگر رفت و گناه باشد، نافرمانی خدا باشد، ما باری اون رو برداشته نمیتانیم. باری وزنین گناه بردوش خود در این راه دور و دراز قیامت که از برآمدن روح از بدن شروع می شود تا دمیدن سور اسرافیل، در این راه دور و دراز برداشته نبینه. 8 ساعت در بازار کار میکنی، خواه در ساختمان کار میکنی، آنقدر خسته میشه که تا جای خوابتان به زور میبید در 8 ساعت. وای به حال کسانی که آلوده گناه هستند و این راه دور و دراز او گناه ها در پشت به پیشگاه خدا میروند. چی خجالت، چی خستند.
بنابر عزیزان من تقوا داشته باشه، خوف از خدا داشته باشه، خدا در محضر خدا تصور کنه، انشاءالله گناه نمی کنی. حضرت عمر روایت میکنن جوان پیش رسول اکرم آمد، گفت یا رسول الله به من یک نصیحت کن، به من یک جمله تعلیم ده که من او را دستورالعمل زندگی خود قرار دهم. و نه مثل که امروز مریدا پیش پیرا شوند و وظیفه میگیرن، اصحاب پیغمبرم پیش رسول بزرگوار می آمدن، زیرا که سردار مرشدها، معلم استادها پیغمبر خداست، نصیحت طلب میکردن، وظیفه میگرفتن. و ما و شما هم همیشه یک عالم خوب دیدیم، یک آدمی با تقوا را دیدیم، بعد از او یک وظیفه تعلیم گیریم، از او یک نصیحت التماس کنیم، برای ما نماید. خوب این جوان رسول اکرم گفت یا رسول الله زودنی کلمتا اعش بها، به من یک کلمه تعلیم دید که در زندگانی خود من به او عمل کنم. حضرت چه گفتند؟ استحی من الله کما تستحی رجلا صالحا من قومک لا یفارقک. از خدا گفتم بچم همیشه شرم دار، از خدا همیشه حیا کن، همیشه خود در محضر خدا دان، مثل که یک آدمی خیلی هم با نفوذ و با آبرو و کلانزاده داره از قوم خودان، برادرای قراتگینی باشند یا آبی گرمی یا رامیتیا یا حصاریا، مثلا ایشان دارند، یگان مرشد دارند، یگان استاد دارند، خیلی هم حرمتش میکنند، مثل که شما من حرمت میکنی. در پیش او هرگز گناه نمی کنند، در پیش او یگان بی آداب نمی کنند به خاطر احترام او. ما و شما باید همیشه در محضر خدا هم تخمان تصور کنیم. البته انسانی که این تصور در دل داشته باشد او گناه نمی کند. الخوف من الجلیل، یک نشانی تقوا ترسیدن از خداست. عزیزان من، کسی خوف از خدا نداشته باشد او مسلمان نیست. در حدیث قدسی پروردگار میگوید کسی از بندگان من در این دنیا از من ترسند، نافرمانی من نکنند، من اونها را از ترس روز قیامت خلاصشان میگردانم. و من امننی فی الدنیا، اما در دنیا من پروا نکنند، من عظمتی و بزرگی به پیش رو نبیارند، من فراموش کنند، نافرمانی کنند، گناه کنند، مخالف امر من رفتار کنند. جوانی غنیمت است، دنیا 2 روز غنیمت است، بیا معیشت کنیم. خدا چی میگه؟ من او را حتما در روز قیامت سخت میترسانم. عزیزان من، بچه های خوش رو بنابرای خوش اخلاق شوید، جوانی پاکیزه شوید. نگویه که پگه پیر میشه و با بازگشتی به خدا میکنم، بعد توبه میکنم، پگه که پیر شدم ثانی به مسجدی میشم و ثانی همه کار بس میکنم و بعد از آن تسبیح میگیرم و خدا رو یاد میکنم. چگونه بعضی جاهل ها این عقیده رو دارن، بعضی بچه های نادان این فکر در سرشان پرورش کرده ایستادیان. نه عزیز من، این خیلی هم خطاست، زیرا که فردا به پیری رسیدنی من و شما معلوم نیست. خدا در قرآن عظیم شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کس نمیدونه که فردا چی میشود. شما هر روز خداوند سلامتتان دارم، من میدانم رفیقاتان بعضیاشا تابوتاشان بار میکنی روان میکنی، همون هم جوان بودن، همون هم تن صحت بودن، همون هم مثل شما آرزوهای زیادی داشتن، اما مرگ از من و شما نمیپرسد.
چگونه آمدنی ما به این دنیا در اختیار خودمان نبود، رفتن من هم در اختیار من و شما نیست. بنابر فردا و پس فردا گفتن خطاست. رسول اکرم هلک المسوفون گفتند. مسوف کیست؟ همون جوانایی که عقیده دارن الان جوان هستیم راحت و معیشت کنیم، پگه که چه نشان نوردین 60 که رفته بند نمازخوان بشیم ده که این بهشان خودش بچگی چگونه بود. همونطور میگویم خوب شاید من خوب نبودم بچگیم ده، اما شما خوب شوید. شاید من آلوده هستم، شما آلوده نشوید. شما مثل من فریب نخورید. هلک المسوفون، هلاک شدن کسانی گفتن فردا و پس فردا توبه میکنیم، پگه پیر شویم توبه میکنیم، پگه پیر شویم به مسجد میشه. اونا فریب خورده ها هستن. حضرت مولوی جون یک نصیحت دارد، خدا رحمتش کنه، مگوی تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. ای جوان خوب، ای جوان تشنه ایمان و عمل صالح، نگو که پگه نماز میخوانم، پگه بازگشتی به خدا میکنم. مثل که یک آدمی خیلی هم تشنه باشه، خودش نگاه داشته نمیتواند، فردا پس فردا خیلی مینوشم گفتن تشنگی خوش مجبور کردی استاده نمیتواند. تام نگو فردا و پس فردا توبه میکنم، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. پگه پیر شدم به طاعت میکنم. یا الله، به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. خیلی هم جوانا رو من این رمضان جنازش خواندم. حکومتدارا خیلی هم زیاد فشار آوردن که ما رو در جنازه ها دعوت نکنن، زیرا که من در جنازه هم خاموش نمیستم، گم میزنم. رئیسای محله دم فشار آوردن، رئیسای جماعت ها دم که ایشان نوردین جنازه ها نگوین. اما با وجود این هر روز رمضان من 2 3 4 جنازه خواندم. مردم اونها رو نگاه نکرد، باز ما رو جنازه می بردن. در اکثر جنازه های خواندگیم جوانا بودن، 21 ساله و 25 ساله و چندی از این طرف بردن، خواهرای 18 ساله. ببینه همونها هم آرزو داشتن مثل ما و شما بارین که حالا پیر میشویم و بازگشتی به خدا میکنیم، اما معلصف همه آرزوهاشان در دل در زیر سیق بدکفان نیستان که نامشان است، کبان است و رنگش سفید است. آرزوهاشان به خانه گور بردن. به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادایی که به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت بر نگیری. مبادایی که خداوند مهلتی پیری من شما را نتید. وقتی مرگ بیاد که یک بار طهارت کرده خدا را یاد نکردیم، وقتی مرگ بیاد یک بار این پیشانی زیبا را، این قامتی رعنای خدا دادگیت سجده نکردیم، زمینه پیشگاه خدا دست خالی رفتیم. چه خجالت هستیم جوانای عزیز. این قامت زیبا وقتی هم زیباست که در پیشگاه با عظمت خدا خم شود و سبحان ربی العظیم گوید. این پیشانی وقتی هم زیباست، این چهره وقتی هم زیباست و مرغوب است که در خاک تزلل و در بالای این گلیم خاکالود و چنگ زده گذاریم و سبحان ربی الاعلا گویم. خدایا من این قامت راست خدا فقط در پیش تو خم میکنم، برای تعظیم تو خم میکنم، در غیر تو تعظیم نمیکنم. نه بچه های خوش رو، جوانی رزیبش طاعت و بندگی است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
مسجد شانده، مسجد رسول بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه ده امام می شدن. یک جوان مثل شما بار این جوان ها را حضرت تحقیق کردن، نگاه کردن. هر روز در گرمای مدینه نماز پیشین ده عصر ده مسجد می بیاد. یک ردای غفص در سرش بود و سایه های دیوار و سایه های درختها قطعی از آفتاب پناه شده مسجد می آمد. چند روز حضرت عمر این مشاهده کردند. خوب یا 16 ساله بود، خوب مثل شما 20-21 ساله بود و هر حال جوان بود و هر حال وقتی غرورش بود. حضرت بعد از نماز بند کردن، گفتن یا شاب بود لقد اسرعت، جوانی خوب گفتن خیلی هم پیش دستی کردی ایستادی، حالا تو جوانی، برای چی در این گرمی از گرما نهراسیده برای آخرت تو توشه زائد کردن ده حرکت داری، برای سفر آخرت تو توشه گرفتن ده شتاب داری، حالا تو عمری در پیش داری، برای چی؟ لقد اسرعت. او جوان در جواب چی گو؟ یا امیر المؤمنین لیس کل ثمر یدرک النضج. یا امیر المؤمنین، هر میوه را نگاه میکنم پخته نمیرسد. بسیاری میوه ها غوره شده میافتند، بعضیاش نیمپس شده میافتند، کمش میپزد. فهمیده گپ چی؟ یعنی همه جوان ها پیر نمیشوند. بسیاری جوان ها رو من میبینم در سن طفلی وفات میکنند، بعضی در سن 10 و 12 سالگی وفات میکنند، بعضی در سن 20 و 21 سالگی. من میترسم که مبادا خداوند من به پیری نرسانیده به سوی خود برد، من دست خالی به توشه چطور به خدای خود ملاقات کنم؟ لیس کل ثمر یدرج النضج. ببینه او جوان بود، لیکن از 10 پیر و 100 پیر هم با اندیشه تر بود. بنابر عزیزان من، شما را هم تاکید میکنم همیشه خودتان در محضر خدا دانید. خدا شما را دوست می‌داره وقتی که تقوادار باشید. خدا از بندگان ثروتمندا را دوست نمی‌دارد، باور کنید. منصبدارها را دوست نمی‌دارد، حکومتدارا را دوست نمی‌دارد، سیدزاده ها و کلانزاده ها و مخصوم زاده ها را دوست نمی‌دارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوادارها را دوست می‌دارد. پیوند عمر بسته به موی است هوشدار. پیوند عمر بسته به موی است هوشدار. غمخوار خویش باش غمی روزگار چیست. عمر انسان میشه در یک مو بستگی باشد، مانند اوست. کندن او خیلی هم آسان است، کنده شدنش خیلی آسان است. ببین یک صدمه اتومبیلی عمر ما رو چی میکند؟ رشته عمر ما کنده میکند. یک ضرب سخت‌تر از تار سر مازدن عمر ما رو کنده میکند. یک سکته قلبی عمر ما رو کنده میکند. یک ناخلف اگر یک کار دست به اختیار از پس منزلت عمر ما را کنده میکند. امروز واسطه های مرگ آنچنان زیاد است، هر قدم خوفی رو پروشیدن به مرگ هست. بنابر حضرت چی میگوید؟ وقتی که این تو عمر انسان در یک مو بسته شده است، هر لحظه خوفی کنده شدنش هست. تو عزیز من غم خود خور، غمخوار خیش باش. این غمی خود خور معنی میگه که توشه آخرت کن. من نمیگم عزیزان من شما کار نکنی، من نمیگم که شما لباس خوشرو نپوشه، شما ماشینه های زیبا سوار نشوه. خدا نصیبتان کنه، خدا رزقاتان فراخ کنه. نماز بامداد سحر خیز خانه،
پای بتارت. من به همه شما توصیه میکنم برای فراخی رزق خواندن سوره اخلاص. یک شخص از رسول اکرم پرسید یا رسول الله خیلی هم رزق من کم است، خداوند برای من رزق کم کرده است، عائلان خاندانم نمیرسد، به من یک تعلیم ته که رزق من فراخ شود. ابن کثیر ده. رسول اکرم چی گفتند؟ سوره قل هو الله را بسیار خوان گفتند. در یک روایت 11 بار آمده. من همه شما را توصیه میکنم عزیزان من، شما به خاطر آن مسافر شده آمده که یک چی ثروت بایگری یا بید، یک چی پول و مال یا بید فشی فرزنداتان رو بید. نماز بامداد که خوانده بالای جای نماز 11 بار سوره قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، همین به اخلاص خواندن شویرد کنه، وظیفه کنه، انشاءالله سبب فراخی رزق می شود. این غم خودخور معناش همین است. بعد از قفای کار و بار زندگی، نماز بامداد که خواندی، بعد از نماز این ورد و تسبیح ها رو که گفتی، گویا اینکه غم خودت خوردی، یعنی توشی آخرت تا آماده کردی، پسنداز خودت برای پیشگاه خدا بنکه هاشت فرستادی. اکن الان میخیزی لباسات میپوشی و از خفای ساختمان است یا بازار است یا چی است، برای کاری دنیا میری، برای خاطر نفقه خاندان میری. اینم به عبادت میشود. اگر شما نماز بامداد خوانید و از قفای کار برای، والله این 4-5 ساعتی در بازار کار میکنه، اینم حکم عبادت دارد برای شما. خداوند به عوض هر کدمن زندگیتان، هر سخن گفتگیتان براتان ثواب میتید. اما اگر نمازاتان نخوانی، خدا پناه تید از این که بنده مومن نماز نخواند، زیرا نماز این فرقی بین مومن و کافر است. نماز شناسنامه مسلمانی است. من همینجا شناسنامه نداشته باشه، اگر شما نمیتونی گشته، بنده مومن تا نماز نخواند او نمیتواند مسلمان باشد و دعوا کند که من مسلمانم. نه به خدایی نکنه که نماز خوان نباشید. انشاءالله که همه شما نماز خوانه. من دیدم برای کسانی میشه که رفیقای شما هستن و هم صنفای شما هستن و هم محله های شما هستن و همکارای شما هستن و اما پروای دین و دیانت ندارن، پروای نماز ندارن، خوف از خدا ندارن، امیدی به روز قیامت ندارن. من دلم برای اینها میسوزد. چی فریب خورده هستند. نماز شناسنامه مسلمانی است. نماز راز بنده مومن با خداست. شما در این یک لحظه پیشین همراه من بوده، ما یک جایی با شما با خدای خود مناجات کردیم. این 10 دقیقه راز گفتیم، حاجت پرسیدیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نماز رابطی مخلوق با خالقش است. ما مخلوقیم، آفریدگار ما الله است. آن چیزی که ما را به او می پیوندد، رابطه برقرار میکنه، این نماز است. وقتی که شما الله اکبر میگه، دست میبرداره، گویا گوشی که تلفن گرفته الله اکبر الله اعلی میگی. خوب، وقتی که نماز نخوانی با خدا رابطه نداریم، با خدا راز و نیاز نداریم، با خدا علاقه نداریم، نباید نمازات نخوانیم. خداوند سلامتتان دارد. خلاصه پیغمبر نماز فرق بین مومن و کافر اعلام کردن. العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة. خوب، در باب نماز انشاءالله داملاها با صحبت دارن، نوارای زیاده. من چندین سال است برای شما گفتگی هستم، میدانیم. خلاصه عزیزان من، بازم میگویم که خدا برای شما حرام نکرده است لباسی زیبا پوشیدن، غذاهای با لذت و شیرین خوردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. حلال است، از وجه حلال باشد استفاده بره، اما کوشش کنی از حرام های خدا خودتان نگه داره، زیرا اینکه من و شما طاقت عذاب خدا نداریم. زیرا وقتی که بنده مومن لقمه حرام میخورد،
یا شراب حرام می نوشد یا چیزی حرام استفاده می برد، در بدن او اگر حل شود، در بدن او غذا شود، در بدن او گوشت و روغن شود، او را خدا حتما در دوزخ می سوزاند. با کوشش کنه حرام خور نشه عزیزان من. یا الله. زنهای زمان رسول اکرم حکایه میکنند وقتی که مثل شما شوهراشان سحر بعد از نماز به کار گسل میکردن، همسرش یا دخترش همراهش تا دهنی در می آمد، میگو شوهر عزیزی من تو رو به خدا امانت می سپارم و به خاطر رزق و روزی من بیرون می برایی، خواه صحرا میری، خواه بازار میری، خواه ساختمان میری، لیکن خواهش میکنم که از او که بازگشتی برای ما یگان چیز حرام همراهی نبیاری. ببین این یگان چی دزدیده با گرفته نبیاری از بازار، از یگان جا. ما طاقت گرسنگی این دنیا داریم اما طاقت آتش دوزخ نداریم. کل لحم نبت من السحت فالنار اولا به. اینا بچه های خوش رو از حرام های خدا خودتان نگه داریم. معنای خوف الخوف من الجلیل همین است، از حرام ها خودتان نگه داره، از حلال هاش استفاده بره، کار کنه. انشالله این کار شما حکم عبادت. بازم در آخر از همتان خواهش میکنم که شما در اینجا مسافر هسته، همیشه از برادرای روس رعایه کنه، همیشه قانوناشان رعایه کنه. بعضی اوباشی هایی که میشود در تلویزیون میبینم گاها از اونا خداتان دور گیره. روزانه روی کار کنه، بگاه به جای خوابتان در خواب روی، بیهوده در کوچه ها و در رستوران ها و در کزینه ها و در کاسکادر میگه چی میگن دیسکوتک ها نگرده بچه های خوش رو. خدا همتون نگه داره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از پروردگار مهربان برای همه شما تنی صحت و عمر دراز خواهانم. پروردگار رزقاتان فراخ کنه. چگونه در اینجا و آخری برای ما و شما بود، با خدا نصیب کنه که در تاجیکستان هم مسجد ما چون پیشتر کشاده شده با یک دیگر با واخریم و صحبت کنیم. آمین یا رب العالمین. خب 5 دقیقه که بسیار اینجا بچه ها من چشمکی دارن کجا میگم کاری هست. خب مایلش سوالا کوتاه باشم اجازه است. خب مایلش اگر استاد دروغچی باشه ممکنه هوای درس بگیم دروغ. خوب اگر دروغچی باشه دروغش اگر در درس شما زیان نکنه درس گرفتن گرفتن. فقط دانه که دروغ میگید با گفتش عمل نکن. بسیار وقت زیدی فتوای خودش میبره، میگه ایرا بکن با میگه که نه بکن نکن. خوب با شما گویی که حضرت اون وقت گفته بودی بکن، امروز گفتی نکن. رد مندوران میگه که نه مکای گفته. خوب وقتی که نه گفته باشه ظن المؤمنین خیرا. پیغمبر در حق برادرای مؤمن گمان نکنه گفته. شخ بک چیز دیگه در جای کار یک ناو کار در اومدیم اول خوب بود و جواز بلا پیشین خونی نمیمونه. میگه اگر نماز بخونید کار نکن، رد کنیم کار خونه را رویم. خوب اگر دیگه جا کار خوب یا به ما مانند هوای ماهانه دادگی یا به روی دیگه جا کار کنی بشم، زیرا کار دین مقدم بر کار دنیاست. سلامت باشی. با یک بچه خوشی بود. اون سوال است یا روشن کردن برای اون مسئله اشکالی که ما میدونیم اولی شما و خود شما در تاجیکستان یک مسئولیتی بزرگی دعوت از حکومت دین دورتون و یک چیزی که در وقتی آخر مشاهده شد یا به فکر من همین شخصا است همون ویدیو رو پیش شنبم مسئله یا پرابلم یا سوال شیعه‌گرایی مردم تاجیک یا میلش یا شیعه شدنش، این بسیار برای مردم ما بسیار مسئله جدی است. برای اون که ما ایرانی هایی که شیعه هستن زبان مشترک داریم و حکومت ایران در اقتصادیات تاجیکستان و از راه حکومتی و از طریق کمیته امداد خمینی نفوذ اقتصادی زیاد دارد و برای ما در حقیقت یک خطر جدی است. چیزی که بسیار تاکید میکنم، من فکر میکنم و بسیار فکر میکنم که شما در همین مسئله شاید کمتر سخن گفته باشید، اون قدری که لایق سزاوار میباشد نیست. و مسئله دوم این است که استاد عزیز نه وقت‌های اخیر در تاجیکستان که میبینیم همه میدونن که اختلافات بسیار گذشت. چیزی که ما مشاهده کردیم یک فرهنگ تحمل پذیری نبود. اکثریت ملاها
اگر بچه خودشینه دیگه تا شنیده است یا آواز شینه اکثریت اهل روحانی مثل همین مثل چواندازها طرف همین بعیدو که خود اصل کمچین میکردن و یک روحیه اخوان المسلمین انما المؤمنون اخوتون مؤمنون برادر هم هستند همین که قریب دیده نمیشه. این دوی مسئله الحمدلله. و مسئله دیگر این که همه برادران میدونن که همین مسجد مرکز فرهنگی دارالارقم مرکز دینی و دعوت است. در همینجا بغیر از در همین مسجد در همین مرکز قریب تمام نماینده های مذهب ها هستند، خواه سلفی باشد، خواه وهابی باشد، خواه صوفی باشد، خواه مذهب ها و همه برادر اخوان المسلمین برادر مؤمن یگان اختلاف دیده نمی شود. آیا ممکن است که در تاجیکستان ما همه که مرکز داشته باشیم؟ زیرا که من فکر میکنم که خواهیم نخواهیم بعد از چند سال تاجیکستان اگر نیمش هم که مذهبی حنفی استاد باقی مانده 50% حتما یک قسمش سلفی می شود، یک قسمش شیعه. آیا ما میتونیم که یک تحمل پذیر باشیم و میشه انشالله میشه بچم این میشه و میخوام که همین سوال این خواهی نخواهی که این خواه بعضی ها شیعه میشن با بعضی سلفی میشن بعضی ها دیگر میشن، اما باید ما یکدیگر رو تحمل کنیم. مثلا من پیشتر هم اونها رو برداشت میکنم، سلفی ها رو من طرفداری میکردم، چگونه برادرای شیعه رو طرفداری میکردم. مقصدی من وحدت مسلمان ها بود، وحدت ایمانی بود. خوب هر کس شیعه به مذهب خودش رفتار کند، مذهبش حق است یا نه حق فقط پیشگاه خدا خودش جوابش میگن. ما حنفی ها مذهب خودمان رفتار کنیم، سلفی ها مذهب خودشان، لیکن اونها پا از کرپه زاید دراز کردن. آخی اونا سلفی ها رو میگم از همین از حد که گذاشتن، بنابر اول به مقابل اونها با ما خسته. امروز هم و چه شما دو مقوله است دستاتون پیش بر خود نور علی نور خوانید، ما دو مقوله است اینتون میخونیم. این احمقی است که اینها رو مبتدی گفتن و اینها رو فاسق و اینها رو دشمن اسلام گفتن و خودشان فقط این صدها هزار کتاب فقه حنفی داره که محدثای و این امروز البانی ها رو آدم هم حساب نمیکنن و یا رو اون طرف مونه و مبتدی گویم گفی البانی ها رساله چه این خوانده است این ملا بچه و حق باشد. بنابراین مقصد ما شوخا بچهای خوش رو شما سلفی میشه شرعی میشه کاری من نیست، فقط یکدیگرتان دوست داره، یکدیگرتان احترام کنه. ما همه مسلمان هستیم، شیعه ها مسلمان هستن، سلفی ها مسلمان، تحریری هاش هم حنفی هاش دیگر ما مسلمان هستیم. ما باید دیگرمان رعایت کنیم. در هر چیزی که وحدت من هست ما باید هوای جمع شویم. امروز دشمنان اسلام به همین واسطه ها ما رو میخوان جدا کنن و پراکنده باید دیگر سرکوب کنن. بنا به بچهای خوش رو هرگز این راه نتیتون. ما انشالله میشه این تحمل پذیری میشه اساس بشن خدا خیر. لیکن هیچ که در شیعه نمیشه در تاجیکستان. خوب کسی هم که من اگه 30 سال ایران با ما رفتم خدا میده 20 آدم شیعه شده باشه، با 30 سال دیگه با تا 40 تا مشکی پرونده کنشن غم نگیرن. حداقل همین 10 نفر شیعه یا بید که آشکارا تاجیک باشن و مهر مونده سر در مسجد این گپا نشته بشن. خوب خیلی که باشد اما که ما واید زید نیستیم. خوب وقتی که هوای دلیلاش براش خوب بچه میتونه وقتی که دلیلای هوای قانع مثلا وقتی که من سلفی ها رو وقتا قدیجان سخت نمیرفتم، یه بچه از تراوشان آمد همین بعدی جمعه همین تو غضب قطی حضرتشان چی گپ شد؟ شما گجارا دیگه میکنین بچه ها شیعه شده ایستادیان یا چی نمیگید؟ من تو شما سلفی شده یگان چی گفتیم تو؟ خوب سلفی و شیعه شدن گرد برای من چی؟ ما باید دیگرمون احترام کنیم، دیگرمون دوست داریم، شیعه هم که با سلفی هم تحریری هم. من تو شما رو همین قدر نصیحت کردم گپی من گرفته شما سلفی نه همین کاری خودتون نکردید. خوب شیعه‌اش هم همین دست داده. خوب دشنام میگه گناهش خودش به فقط جوابش میتیم چند موقع. در پیشگاه خدا جوابش میده خودش. خیر به هر حال بسیار شدنی و باید سبب دشمنی تان نشود، سبب دست به گریبان شما با ملایم اونا رو فهمانی قبول کردن خوب نفهمیدن لکم دینکم ولی دین میگیش دین تا نخودم دینو نخودم مذهب تا نخودم مذهب نخودم تو بیان این تاز بچم این تا جنجال کردن تا عداوت ها و کافر گفتن و تو کافر گفتن از این جنجال بین شیعی سنی 1400 سال رفته است. هزارها کتاب و مجتهدا این نتونستن حل کنه که امروز من شما حل کردش میتونیم. ما باید چیزی که وحدت دارد، چیزی که ما در وای علماء بین ما و اونها اتفاق دارد در وای جمع شیم، چیزی که اختلاف است اختلاف شای خودش ما اختلافمون نخواهیم یا دیگر باید معذور داریم. همه اخوان المسلمین که این دادر میگه اونها همون حزبی هستند که با شیعه هم وحدت دارند،
با تحریری ها وحدت دارن، با همش وحدت دارن. اگر وحدت نمی داشتن چرا جامعه تقریب اول مؤسسش حسن البنا است که این دادر از وقت خبر ندارد. اون وقت میتونه من حاضر مصر تانسته یک کار کرده. اگر رنگی سلفی بانه حنفی ها رو کافر گوییم، شیعه ها رو کافر گوییم، هیچ محل نمیتونیم یک کار کرده. خب گازم میشم. سلامت باشی، خدا نگه داره. بارک الله، غم پدر و مادر میخوری، خدا عمری درازت کنه. با ماشین شخصی برکشی خودمون شرطنامه کرده میتونیم با همه مملکت به وصول کنیم. میشه درسته. عرق میکنیم. عرق امکانات برای مسیحی باشد با که نداره کشیدن. فرق بود نداره. گفتم در کتاب اجاره حضرت امام رضا رحمت الله علیه مثلا شما خر داره، مرکب میگه، مرکب تان یک کس اجارت هوای عرق کشه برای مسیحی باشه با که نداره. خوبه که شما اینجا کار کنی آمده است. اگر غیری وای دیگه کار داشته باشه خوب است، نه که نداشته باشه فقط مجبور باشه با که نداره کردنش. خوب مجبور که نباشه آخه کار دیگه کنه تا میشن بخیران. هر آدم خودش عقل دارد، هر آدم خودش انصافش باید استفاده برای بشه. تقسیم در برای میبخشید که علم قدر پره که نداریم یک لحظه میدونیم قدر همون برای دعوت کدام روحای اصولش هست که برای هسته یه وقتی گام میزنیم دعوت میکنیم شکر الله در این فکر توجهی ولایت بید این باودرمان ما در همین مجتمع برای دعوت از همه پیشتر اخلاق خوب است بچم، معامله خوبی شما خدا خواهش اخلاق خوب داشته باشی. ایولا من خیلی خلاطه هسته که وجود دعوت است میخواستم که یک دعا از خداوند همتان نگه دار و زباناتان به ذکر خدا و ایماناتان خوی و برای خدمت اسلام و برای دعوت اسلام و بیدار کرده اسلام. خداوند همتان استوار نگه دار و زباناتان و سخناتان و پروردگار گویا و مؤثر در راه دعوت گردانید. دادرم که برای پدر و مادرانشان دعا کردن خداوند همشان سلامت دار و شما را بعد از انجام کار به وطن بازگشتنتان خداوند نصیب کنه. آمین. در حق محبوسان دعا کنه خداوند محبوسان را سبب برآمدنش از زندانها آسان گردانه، تاجرها را در تجارتاشان برکت عطا فرمو، پروردگار همتان در حفظش نگه داره. من یک چیز گویم چیتون دو چیز گفتم، نه یک چیز. من تجربه خودم میگویم در دنیا عالم اسلام واقعا هم وحدت و تحمل پذیری همون وقت می شود که دو طایفه یا دیگر تحمل کنند. شیعه سلفی را تحمل کنند، سلفی ها شیعه را. بین حنفی و شافعی اینها مشکل ندارند زیاد، یعنی مردمی متعصب نیستند. اگر اینجا در سلفی ها شیعه ها را تحمل کنند و سلفی ها شیعه ها سلفی ها را تحمل کنند انشاءالله عالم اسلام گل می شود. خدا نگهبانتون. سنت پیامبر سبب فتنه می شود؟ سنت پیامبر سبب فتنه می شود؟ نه چون سنت سبب فتنه میشه، هیچ فتنه نمیشه.